پولро چی طور نگاه داشتن و یا جمع کردن در کار؟ نخست بودجت را دقیق قید کردن در کار. پول را به طور سیستماوی اداره کردن خیلی مهم است. برای زیاد کردن پول چی در کار است تا پول به فایده ما کار کند؟ در اول پول کار کردهشان را به سرمایه تبدیل دهند. مثال او دکتر خوب است، بیزنسمن نیست، بگذار همچون دکتر کار کند. هنگام انتخاب شریک کدام نزدیکیت‌های مهمی است؟ شریک از خود به قوت‌تر را انتخاب کردن در کار. از خانه و جای زیستی با شکوه دست کشید صاحب بیزنس میشوید. بعد بیزنس امکان میدهد تا صاحب همه چیز شوید. استادان شما کی‌هایند؟ بیش از $1 میلیون برای خواندنم صرف کردم. در مسئله تربیت کودکان چگونه قاعده‌ها هستند؟ باید کاری کنیم تا فرزندانمان از صفر سر نکنند. فرزندانتان باید آن کاری را کرده توانند که شما در سن و سال آنها نمیتوانستید. اداره کنی پول چگونه قانون و قاعده‌ها دارد؟ این بسیار مسئله مهم است. در معامله پول 5 چیز مهم را دانستن در کار است. یکم، همیشه تحت نظارت گرفتن در کار است تا مسئولیت ها زیاد نشوند، بالا نروند. نظر به درآمد. من معاش هر ماه را در نظر دارم که بیزنسمن پرداخت می کند. این چنین قرض هایی که از فایز ها و غیره و هاکذا و یا مسئولیت پیش کارمندان، کارخانه، عموما خراجات دائمی، آن نباید از درآمد هر ماه کس زیادتر شود. اگر کس خطا کرده کارمندان نادرکار را به کار گیرد، مسئولیت و یا جایهای نالازم را به اجاره گیرد، در یک موسم کار خوب باشد و در موسم دیگر خیلی بد، پس خراجات را برآوردن ناممکن است. دوم، همیشه فاند ذخیروی داشتن در کار. من دیدم همان شرکت های مفلس می شوند که فاند ذخیروی ندارند. وقتی کس فاند ذخیروی دارد، هنگام پاندمی یا لحظه های دشوار، بقرشوی پول و بحران، شما سرمایه دارید که برای تاب آوردن به چنین دشواری ها کمک میکند. فاند ذخیروی باید 6 ماه خراجات شرکت را تامین کرده تواند، اقلاً 3 ماه. سیوم، همیشه پول را درست سرمایه گذاری کردن در کار. یعنی شما جریان پولی دارید، مثلا امروز در کسه $10,000 دارید در خزینه، اما شما روی خط خراجات کلانی دارید. همیشه به بیزنسمن پول نمی رسد. او چنین مسئله ها را پی هم حل می کند. شاید بر روی خط خراجات او 40,000 در کار باشد. عادتا همین خیلی می شود. همین $10,000 را شما باید درست سرمایه گذاری کنید. در اول به این می ساختن، برای برند ساختن صرف کردن در کار نیست. در اول پول را به آن سرمایه گذاری کنید که به درآمدتان مستقیما تاثیر مثبت می رساند. آنچه که مستقیما تاثیر مثبت می رساند. مبل های گرانبها خریدن شرط نیست، آن درآمد را زیاد نمی کند. در نوبت اول پول را به آن سرمایه گذاری کنید که به درآمد مستقیما تاثیر مثبت می رساند. افضلیت سیستم. دوم، با آنچه سرمایه گذاری کنید که به واسطه به درآمد تاثیر مثبت می رساند و این را دقیق فهمیدن خیلی مهم است. و سوم، با آنچه سرمایه گذاری کنید که ثمره بخشی را بلند می سازد، حاصل ناکی را زیاد می کند، تکنولوژی و غیره. چهارم، با آنچه سرمایه گذاری کنید که شرایط مهیا می سازد، شرایطی که برای انسان کار کردن آسان باشد. و پنجم، برند، ایمیج و غیره. مثال، شرکت خیلی عالی است، خیلی با قوت است. اگر راهبر قوی را دور کرده راهبر ضعیف را ماند، او بیزنس را مفلس می‌گرداند. هرچند آن شرکت تا امروز درآمد خیلی خوب داشت، پیوسته جریان پولی داشت، اما اگر راهبر ضعیف را ماند، او شرکت را مفلس می‌سازد. چرا مفلس می‌سازد؟ چون که طور پیشتر گفتم، ریسورس ها را نادرست استفاده میبرد، منبع ها را نادرست. یعنی قرارهای او نادرستند؟ بله، قرارهای نادرست میبرد. و یا مثال، شرکت در عرفه مفلس شوی است، راهبر خوبی را بیارید، او شرکت را درآمدناک میسازد. چرا درآمدناک میسازد؟ برای آنکه او دیده میتواند، او میبیند که از این حالت وزنی چقدر برآمدن ممکن است. او استراتژی را کارکرد میکند و از این حالت وزنین از نقطه A شرکت را به نقطه B برده میرساند. فهمیدید؟ این بسیار مهم است.
هر کس شرکت را از قرضداری از حالت پیچیده برآوردن نمیتواند. هر کس شرکت مفلس شونده را به شرکت موفق و درآمدناک تبدیل دادن نمیتواند. این کار را راهبری قوی کرده میتواند. چیزی دیگر وابسته به اداره کنی پول. خیلی مهم است که قرضها از حد زیاد نشوند. از حد زیاد قرضدار بودن توکل است. توکلی کلان است. چیزی دیگر باید بارهای باقی مانده زیاد نشوند. اگر بارهای باقی مانده از حد زیاد شوند، بیزنس به انبار تبدیل می‌یابد، به اسکلت. و سرمایه بزرگ یخ کرده میماند، اما درآمدناکی یک باره پست میشود. مثال فرض کردیم که شرکت به ارزش 200 میلیون دلار بار دارد، اما هر ماه 30,000 دلارش گردش میخورد. یعنی از 200 میلیون همگی 30,000 دلارش کار میکند. من چون این حالتها را بسیار دیدم. من بچه را دیدم که به 2 میلیون دلار بار داشت. من تنها بارش را در نظر دارم، تجهیزاتش را نه. تنها بارش 2 میلیون دلار، اما در یک ماه به ارزش 150,000 دلار بار میفروخت. و او باز پول کافته میگشت. و او برای گردش بار پول در کار بود. و من میگفت که برایم دایم بار و غیره نمیرسد. این نادرست اداره کردن ریسورس هاست. همه این چیزها نقش کلان میبازند، اما این چیزها را جزءاً از درون دانستن در کار. من حالا نقل میکنم و مرا کسی میفهمد که از همین درد عذاب میکشد. کسی که این درد را ندارد گپهایم برایش افسانه است. او اهمیت نمیدهد. دنیا عجیب است، همین خیل است. این را کسی میفهمد که عذابش را کشیده است. کسی که از کیسه‌اش پول داده است میفهمد. برای کسی که یگان تنگ خرج نکرده است این گپی خالی است. گپ‌های زیباست. احتمال حیات چنین است. پولро читор нигоҳ доштанд ва ё ҷамъ карданд дар кор? بله، این مسئله خیلی مهم است. کس پول کار میکند پول نیست، پول کار میکند پول نیست. بله، برای آن که برابر درآمد خراجات نیز می‌افزاید. احتیاجات زیاد می‌شود. امروز 500 دلار خراجات کردن مقرر است. پگاه 1000 دلار کار می‌کنی و آن را صرف می‌کنی. بعد 2000 کار می‌کنی باز نمی‌رسد. 5000 کار می‌کنی باز نمی‌رسد. برابر درآمد خراجات نیز می‌افزاید. طلبات تغییر می‌یابد. کس می‌خواهد لباس و ماشینی گرانبهاتر، خانه خوشتر و زمانوی داشته باشد و زندگی هم گرانبهاتر می‌شود. سال به سال نرخ همه چی بالا می‌رود. مثلا سالهای 2000 چیزی را که به 100 دلار می‌خریدید حالا خریدن نمی‌توانید. آنچه را که سالهای 2000 به 100 دلار خریده می‌توانستید حالا خریدن نمی‌توانید. نرخ همه چی طرف بلند می‌شود. همه چی، محصولات، لباسواری، خدمت رسانی‌ها، نرخ همه چی. از این رو کس پولی خوب کار میکند اما پول نیست. باز پولی خوب کار میکند اما باز هم پول نیست. نخست باید از چی سر کرد؟ نخست بودجت را دقیق قید کردن در کار. بودجت خراجات را. من کتابی دارم با نام من و پول. من در آن مفصل سیستم اداره کنی بودجت عائلوی را فهماندم. انا همان سیستم دلخواه کس را با دلخواه درآمد و معتدلی اقتصادی برده میرساند و چون معتدلی اقتصادی تشکل یابد آنگاه کس امکانات پیدا میکند تا آزادی اقتصادی داشته باشد. برای همین پول را به طور سیستماوی اداره کردن خیلی مهم است. خوب است اگر نه انسان بلکه سیستم قرار قبول کند. انسان باید به سیستم تابع باشد. برای چی؟ برای آن که انسان به همه چی میل و هوس دارد. هر بار وقتی پول را می‌بیند در حال فکر می‌کند در کجا صرف کنم، چی خرم، چی کار کنم. بار دخترچم پیشم دویده آمد و گفت پدر جان پول دهید. من گفتم چی می‌خوای؟ گفت یگان چی خریدن می‌خوام. گفتم محض چی؟ گفت نمی‌دانم. من فهمیدم. معلوم می‌شود که از ایام کودکی ما همین کلان می‌شویم. در کودکی ما چیزی خریدن می‌خواهیم. بعد کمی کلان شده باز چیزی خریدن می‌خواهیم. ما همیشه چنینیم. و ما همین خیل به مغازه رفتن پسند است. چرا می‌روید نمی‌دانید. ولی حتما از آنجا چیزی می‌خرید. شما ضرورت صرف کردن پول را نداشتید اما می‌خرید. برای همین ترتیب دقیق اقتصادی داشتن در کار. من به چنین آدمان برای نگاه داشتن پول توصیه می‌دهم که پیش از همه خراجاتتان را دقیق معین کنید. در یگان جا نویسید.
اقلاً اگر کتاب من و پول را یابید حتما قسم هم یکم و هم دویمش را خوانید. آنجا طرح اداره کنی بودجت عائلوی است و یا در ترینینگ من اشتراک کنید. چطور در 18 ماه به معتدلی اقتصادی رسیدن ممکن؟ آن پره سرطان را روشن می‌سازد. با شرافت همین سیستم من دکتر رشد اقتصادی تحت یونسکو شدم. در مسکو رساله علمیم را حمایت کردم. همین سیستم به آدمان زیادی کمک کرده است و از قرض‌ها رها نموده است. حداقل خراجاتتان را نویسید، معین کنید. رویخط خراجات هر ماه تکرار شونده را ترتیب دهید. به مانند راهکرا، محصولات خوراکه و غیره. طرز زندگیتان میانه باشد، نه ثروتمندانه و نه کمبغلانه. و هر دفعه وقتی پول کار میکنید با همان پولی کار کرده خودتان زندگی کنید. قرض نگیرید، با همین پولتان زندگی کنید و پول زیادتی کار کرده تان را جمع کنید. مثال روی خط خراجاتتان را ترتیب دادید. $200 وقتی $300 کار میکنید با $200 زندگی کنید. وقتی $500 کار میکنید با $200 زندگی کنید. وقتی $1000 کار میکنید با $200 زندگی کنید. آنگاه زود صاحب سرمایه میشوید و با آسانی کار میکنید. اگر کس این کار را نکند، اگر امروز $200 کار کند و آن را صرف کند، پگاه $300 کار کند و آن را صرف کند، پس فردا 500 کار کند و 500 صرف کند، پس از 1 سال 1000 کار میکند و 1000 صرف میکند، پس دائم به او پول نمیرسد. او هیچگاه حیاتش را تغییر نمیدهد. در اول شما خواهش‌هایتان را محدود میسازید. در آغاز آنچه را انتخاب میکنید که در کار است. میدانید زندگی عجیب است. در آغاز آنچه را خرید که در کار است. آنگاه امکانیت پیدا می شود که در آینده همه چی را بخرید. اگر در آغاز آنچه را که می خواهید بخرید، در نیمه دوم زندگی مجبور می شوید تنها چیزهای لازم را بخرید و همه عمر مانده تان را با نیازمندی می گذرانید. معاشتان را به زور از 1 ماه تا ماه دیگر می رسانید. کوشش میکنم به طور دیگر فهمانم. میل و هوس‌هایتان را یکسانید. در آغاز بعضی خواهش‌هایتان را یکسانید. از فراغت‌های خرد رو گردانید. آنگاه امکان پیدا میکنید تا دور و دراز فراغت کنید. مثال، از میده چویده ها رو گردانید، از آرایش، لباسواری و غیره. آنگاه امکان پیدا میکنید تا ماشین خرید. درست؟ از ماشین دست کشید، امکان پیدا میکنید بیزنس کشایید. از خانه و جای زیستی با شکوه دست کشید، صاحب بیزنس میشوید. بعد بیزنس امکان میدهد تا صاحب همه چی شوید. از این رو من توصیه میدهم در آغاز از خواهش زیاد رو گردانیدن را یاد گرفتن در کار. این مثل فلسفه بهشت است. از هر گونه هوس دست کشید و بهشت میروید. آخر همین طور است که انسان باید خودش را مغلوب کند. باید عقل، نفس و خواهش های ما را اداره کرده تواند. одамоне ҳастанд ки пул кор карда тавонистанд, пулро нигоҳ дошта тавонистанд. аммо мушкилие ҳаст. онҳо наметавонанд пулашонро зиёд кунанд, сармоягузорӣ кунанд. бале, барои зиёд кардани пул чӣ дар кор аст, то пул ба фоидаи мо кор кунад? ман ба чунин одамон тавсия медиҳам ки дар аввал пули кор кардаашонро ба сармоя табдил диҳанд ва баъд сармояро ба ҷараёни пулӣ табдил диҳанд. سرمایه را به جریان پولی تبدیل دادن در کار. این کار را چطور کردن ممکن؟ بهترش با کشادن بیزنس خود. بهترش اگر بیزنس خود را حالا کشاده نتواند، مثال او دکتر خوب است، بیزنسمن نیست، بگذار همچون دکتر کار کند. دو استراتژی هست. یکمش یا همچون بیزنسمن بیزنس خود را میکشاید. مثال شما دکترید ولی فکرانی بیزنسی دارید، پس کلینیک خود را کشاید. اگر بینید که شما بیزنسمن نیستید اما دکتر خوبید، پس همچون دکتر کار کردن را دوام دهید، چون که این رسالت شماست. اما سرمایه گذاری کنید، حصه دیگر بیزنس ها را خرید، حصه همان کلینیکی را که کار میکنید خرید. هر دویش هم کار میکند. یعنی دو استراتژی. یکم شما بیزنسمن میشوید، دوم شما سرمایه گذار میشوید. چی به شما نزدیک باشد همان کار را کردن در کار. انا آنگاه سرمایه‌تان کار میکند. انا آنگاه پولتان زیاد شدن میگیرد. مثال، به جای آیفون خریدن بهترش اکسیای آیفون رو خرید. به فایده شما کار میکند. همین خیلی است. برای همین مهم نیست که انسان کدام استراتژی را انتخاب میکند، ولی مهمش یکی از این دو را انتخاب کند. یکیش را. اگر حس کنید که شما بیزنسمن هستید، پس بیزنس خود را کشایید. اما چه خیل؟
کار کرده پول جمع کردن را دوام دهید، اما پیش از همه شما باید بیزنس را فهمید. چی طور؟ من به آدمان توصیه میدیم که اول در همان بیزنسی که آینده در همان سمت بیزنس کشادن میخواهید رفته کار کنید. مثال اگر من مثل کارزینکا سوپرمارکت کشادن خواهم، اول رفته در آنجا کار میکنم. و فکرتان اول کی شده کار میکنم؟ فروشنده شده. برای چی؟ همچون فروشنده کار کرده من میفهمم که به خریدار چی در کار است. 2-3 ماه اول همچون فروشنده کار کنید. آنگاه خریدار را میفهمید. او را از خود میکنید. میفهمید که آدمان چی میخواهند. بعد به اسکلات به انبار گذارید، در آنجا کار کنید. آنگاه لوجستیکا، پورتفولیو پروداکت و بار تامین کننده ها را میفهمید و میشناسید. بعد به ادمنستراتور روید. آنگاه طرز تشکیل کردن کار و باز بسیار چیزها را میفهمید. بعد همچون منیجر آید به انکشاف کار کنید. آنگاه کشادن مغازه، به اجاره گرفتن، انتخاب جای و دیگر نازکیت ها را میفهمید. بعد رفته در یگان مغازه مدیر شوید. آن را اداره کنید. انا بعد بیزنس خود را کشایید. انا تمام. یعنی در همه بخش ها 2-3 ماه کار کردن در کار. در همه بخش ها. آنگاه فهمیش کاری پیدا می شود. بعد در این مدت کمی پول جمع کردن در کار. اگر برای کشادن بیزنس پولم نرسد، یگان کس را به شریکی می گیرم و یا سرمایه جلب می کنم و می کشایم. آخر یک مقدار پول خودم را دارم کو. همین خیل. اگر پول خودم رسد، من یک مغازه خرد می کشادم. با پول خودم. بعد سرمایه گذار را جلب کرده می گفتم با من سرمایه گذاری کن. 10 مغازه می کشاییم. 1 تا هست کو. وقتی سرمایه گذار بیند که کار من درست است، برای 10 تای دیگر کشادن راضی می شود. آدمان به من می گویند که اگر همه داراییتان را بای دهید، کار را از چی سر می کردید؟ من می گویم پیش از همه انشالله هیچ گاه بای نمی دهم. زیرا چنین مدل ساختم که همش در یک وقت از بین رفتن نمی تواند. یکیش پایان می رود و دیگرش بالا. من بیزنس هایم را همین خیلی ساختم. اگر من از صفر سر می کردم، اول فروشنده می شدم. رفته فروشنده شده کار می کردم. فروش یگانه کار است که حد و حدود ندارد. در حال پول جمع می کنید. با کمیسیونی کار میکنید، برای خودتان کار میکنید، نه برای معاش. تصور کنید این چقدر مفید است. محصولات تیار، بازار تیار هست. همش تفتیش شده است. برای شما همه کارا کردن. پول بسیار کار کردن ممکن است. اگر استعداد فروختن داشته باشید. یعنی طرز فروختن را یاد گرفتن در کار. این بسیار مهم است. وگرنه شما بیزنس کردن نمیتوانید. мисол шахс пул дорад. акнун ӯ мехоҳад бизнес кушояд. барояш кушодани он бо шарикӣ муфид аст. чӣ гуна қоидаҳо ҳастанд? ҳангоми интихоби шарик кадом нозукиятҳои муҳиме ҳастанд? шарики аз худ ба қувваттар ро интихоб кардан дар кор. бо беқувватҳо кор кардан дар кор нест. ман ин алгоритмро давоми тамоми умрам кор карда баромадам. وقتی با شریکان از خودم بی‌قوت‌تر کار کردم، آنها برای من مشکلی و دردسر شدند. من حالا ترمینی نو یافتم. وقتی آدمان به من میگویند یگان لایحه را پیشنهاد میکنند، میگویم گوش کن برادر. من نمیخواهم که تو مرا همچون لیفت استفاده بری. فهمیدید؟ من کشاده روشن میگویم. و همه میگویم نمیخواهم برای دیگران لیفت باشم. التماس ببخش. برای آنکه پیشتر خطاهای بیشمار کردم. به نهایت زیاد. با کسی کار کردن در کار که از شما قوی تر باشد، از شما بایتر باشد، از شما تجربه و فهمیش زیادتر داشته باشد. این نشانداد یکم است. نشانداد دوم و اساسی این است: شریک را از روی فهمیشش انتخاب کردن در کار، نه از روی هدف، بلکه از روی فهمیش. همه، حتی میزده ها هم هدف دارند. میخوان می خورند. همین خیل هدف دارند. در بیزنسمن ها باید فهمیش هایشان موافقت کند. محض فهمیش های معنوی، ارزش های معنویشان موافقت کند. در این صورت شما می توانید مشکلی ها و خطاهای همدیگر را به آسانی حل و فصل کنید. سوم، شریکی را انتخاب کردن در کار که قرضدار نباشد. کسی که قرضدار است در آینده مشکلی ایجاد می کند. از کدام جهت؟ چون این کسان در بیزنس دائم ترمزند. آنها آدمان خوبند اما کس را به قفا میکشند. این درست. چهارم، همچنان شریکی را انتخاب کردن در کار که در گروه کار کرده تواند.
من بسیار آدمانی رو دیدم که میخواهند شریک شوند ولی در گروه کار کردن نمیتوانند. برای همین وقت شریک انتخاب میکنید شرطنامه پره شریکی ترتیب دادن در کار و در آن همه چی را قید کردن در کار. کی به چی جوابگر است؟ کی با چی به این بیزنس وارد می شود؟ از کی چگونه نتیجه ها منتظرند؟ همش را نوشتن در کار. من حالا همین خیل کار میکنم. در شرطنامه شریکی همه جزئیات را دقیق می نویسم. حتی درباره آن که اگر مفلس شویم چی کار میکنیم و اگر پول خوب کار کنیم چی کار میکنیم. من به چنین حالت دچار شده بودم که وقتی بیزنس خوب پیش میرفت، وقتی شرکت میلیون ها درآمد می آورد، شریکم میگفت که شاید جدا شوید. من به چنین حالت دچار شده بودم که شرکت مفلس شد و شریکم گریخت و همه قرض ها به دوش من افتاد. من همش را اثر گذرانیدم. برای همین همش را نوشتن در کار. حتی چی طور جدا شدن را. اگر شریک جدا شود چی کار میکنیم؟ حتی اگر بمیرد، اگر کسی بمیرد چی کار میکنیم؟ مرگ امری طبیعی است، هیچ کس نمیداند. همه چی را در شرطنامه شریکی نوشتن در کار. وقتی همه چی دقیق نوشته شده باشد، معجزه را انتظار نمیشوید. بعد به شریکتان میگویید ما در چهارچوبه انا همین شرطنامه شریکی میکنیم. نه تو نه من حق نداریم که به فایده خودمان کار کنیم. در چهارچوبه شرطنامه کار میکنیم. بعضا چنین میشود که در نیمه راه شریک میگوید من میخواهم از بیزنس برایم. من میگویم ایست. ما طبق شرطنامه کار میکنیم، نه از روی خواهشی تو. خب پولهای تو انا در خشت ها صرف شد. پولهایت در کیسه من نیست، در آن خشت هاست. خب خشت ها را کن و بر. پاره های میتال ها را کن و بر. خواهی همین خیل کن. بعضی ها امیدوار میشوند که من پول میدهم. نه، میگویم ایستا، مگر تو به من قرض دادی؟ نه، ما شریکیم. بله، پس چرا باید پول دهم؟ اگر بیزنس پول بیارد میگیری. من از تو قرضدار نیستم. ما در چهارچوبه شرطنامه شریکی کار میکنیم و تمام. گپ همین. انا همین را من با گذشت وقت فهمیدم. برای همین همه جزئیات را در کاغذ نوشتن در کار. شرطنامه شریکی رفتار شریک را نظارت می کند. او را اداره می کند. شما همدیگر را اداره می کنید تا که یک خود را به یک طرف نکشد. آدمان خیلی غلطی هستند. چطور غلطی هستند؟ وقتی برایشان این طرف فایده‌ناک باشد این طرف می‌گذرند. اگر این طرف فایده‌ناک باشد این طرف می‌گذرند. همیشه به هر طرف دوغیج می‌کنند. شرطنامه شریکی باشد نمی‌ماند که چنین کارها شوند. نمی‌ماند که همه بار به دوش شما افتد. بهترش آن عادلانه باشد. هر جایی که عدالت است خدا آنجاست. او خود وعده داده است. برای همین در بیزنس شریکی جدی نظارت کردن در کار تا حق کسی به دیگر نگذرد. هر جای عدالت باشد آنجا برکت دارد.